سلام. شما هم وقتی از پله بالا و پایین میرین زانوتون درد میگیره؟ 3 تا نکته میگم بهش توجه داشته باشید. نکته اول، ایرادی که هست بعضی از دوستان به این شکل از پله میرن بالا، تو که انگشتا رو میذارن بالا زانو خم میکنن و بعد فشار میارن به مفصل زانو میرن بالا. ببینید توی این حالت فشار بسیار زیادی به مفصل میاد. درستش اینه که ما کل پا رو روی پله قرار بدیم، وزن رو بندازیم روی پاشنه بدون اینکه زانو از انگشت پا جلوتر بره. تنه رو خم کنیم پایین، به واسطه عضلات باسن به این شکل بریم بالا. نکته که اهمیت داره اینه که زانو از نوک انگشت پا نره جلوتر. نکته بعد اینه که زمانی که ما از پله میخوایم بریم بالا، فرض بر اینکه زانوی راست درد میکنه، برای بالا رفتن از پای چپ استفاده میکنیم و بعد پای راست رو میذاریم کنارش. ترجیحاً با پای دردناک نمیریم بالا. نکته سوم در مورد پایین اومدن از پله است. همونطور که گفتم فرض میکنیم زانوی راستمون دردناکه. ببینید زانوی سالم رو بالا نگه میداریم، متمایل به سمت خارج، مقدار کمی زانو خم میکنیم و با پای دردناک میریم پایین. ببینید پای دردناک لزوما باید پایین باشه، چه حین بالا رفتن چه پایین اومدن. با رعایت کردن این 3 تا نکته فشار کمتری به مفصل زانو میاد و طبیعتاً درد کمتری رو احساس میکنیم. مرسی که به من توجه کردید.